رفتیم خونه بابام گفت اکبر آقا از تلویزیون پخش میکرد دیدم این تالا باشه دیگه نه زیریش گفتم نمیدونم خب بده فکر کنم 1 کیلو اون 2 کیلو طلا هست اون که شوشه است اون بلش کن مرغ سیمرغ نه اون الکی اون بلش کن این تالاش به دست میخوری اکبر آقا اینو برد گذاشت تو تلویزیونه اومد عقب یه نگاهی کرد گفت یه خود کجه این مستقیم در آوام کنم دیده بشی بعد گذاشت دوباره نگاه کرد گفت این اکبر تالاش اینجا ممکن دوزموز بیاد محل هنوز خوب نیست اینی را اومد جا بجا کنه یه تیکه گچ از زیر این افتاد این رو یه تخته است با یه گچی پیچی البته تمیزکاری کردن گفت اکبر این چی بود گچ این تالا نیست خالی حتما این قابوش تالاست چوبه رو در آورد دید زنگ زده اون توی سری آمد اون شوشهش که شوشهی بدن منم خوری اینم که ببر بذار آنبار زیر زمین اینجا تلویزیون گشش میفتیم میسوزی ببر بذار